ابی موسی اشعری رضی الله عنه میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله عز وجل، یقینا الله که عزیز است، عزتمند است، ارادهش نافذ میشه، حکمش میچله، هیچ کس اراده از او مانع شده نمیتونه. و او ذاتی که عظیم است، جل است، بزرگ است. او چی میگه؟ یبسط یده باللیل، دستی که لایق شان الله است میگسترانه در شب. چرا میگسترانه؟ هموار میکنه لیتوب مسیء النهار، به خاطر که توبه کنه کسی که در روز گناه کرده. الله دست دراز میکنه به گناهگارا که توبه بکنه تا الله توبهشون قبول کنه که روز گناه کرده. و یا یبسط یده باللیل و یبسط یده بالنهار، دستی که لایق شان الله است دراز میکنه در روز. لیتوب مسیء اللیل، به این خاطر که رجوع بکنه کسایی که در شب گناه کرده. حتی این معامله قطعی تو بنده، قطعی تو بنده غافل، قطعی تو بنده باغی، قطعی تو بنده جاهل، قطعی تو بنده که هیچ الله را نشناختی، نه رحم الله را، نه معرفت نعمت الله را، لیکن الله بتالی معامله را قطع داره. حتی تطلع الشمس من مغربها، تا ای که آفتاب از مغرب طلوع بکنه. الله در توبه را نمیبنده در روی تو. ما بگوییم که با وسع این قدر رحمات الله انسان بازم مستحق جنت الله نگرده، مستحق مغفرت الله نگرده، ای آدم مستحق جهنم نباشه، ابدالآباد نباشه. شما خود فکر بکنید. و ذاتی که برات میگه که تا آفتاب گناهایت برسه، تا آفتاب گناهایت برسه. الله اکبر.